باشه، روزه و نماز قبول، سال نو مبارک باشه. انشالله که سال خوبی داشته باشیم قومنا. عید مبارک، نماز روزه قبول. تشکر از شما. همچنین سال گذشته، عید گذشته تبریک باشه. زنده باشه شما. همچنین سال نو عید خاطیش ده اردوش باید مبارک باشه. توادی باتاتان هم قبول باشه. خدا کنه که جور صحتمند باشید. یک خوبی سال خوب پربرکت داشته باشید. نوروز بگی نام خدا مایده بده جماعت برو. آفرین باش میده دیست بیانو چراغی گیسی توی خانه سبا توی جانانه سبا توی جانانه چراغی گیسی توی خانه سبا توی جانانه سبا توی جانانه تو که تلازلی گلو دبر زدوی سبا توی دل برنجوی سبا توی دل برنجوی آتشی دل مپکنوی سبا توی دل برنجوی سبا توی دل برنجوی دارایت بعد موقع ما فهمیدیم کباب چکن دادن از ما جور بخیر امید که خوش باشین. فهمیدیم سال نو و عید روزه همچنین با هم مبارک باشد. روزه و نمازی که داشتیم قبول باشد. دیگه از ما هنوز کوچیک هستیم واجب نشد. دیگه کامیونیتی شارلسویل ورجینیا امروز همینج پارتی ده گرفته دیدیم. دیگه جای کلتان خالی. دیگه روز بسیار خوبه. عید شما مبارک، طاعت عبادت. امروز آمدیم قومای اینجا کلگی جمع شدیم عید همراه سال نو یک جای تجلیل کنیم. همراه دوستا خدا اتفاق بده قوما را. خدا را شکر بد نیه. بچه ها کلگیشان همکاری میکنن. بسیار آدمای نیک عالی صالح. اینجا من یک ذره سادی اولادام تیشن بسیار آب و هوا خوبه. انشالله که همه قوما بتانن خوشی های خود را در جمع دوستا تجلیل کنن. زنده باشین. تشکر. مورد خاطرات از عید داره. ما خاطرات زیاد داریم از عید رمضان. از جمله یک خاطره می بود ما در وطن بودم، در وطن پدری در جاغوری. باز اونجا یک روز کلگی عید کرد. یک کاکای می عید نکرد. باز او کاکای می یک آدم بسیار مذهبی، بسیار متماکم و قایم. باز بسیار یک دلیل قانع کننده گفت و یکی از روحانیت به نام آقای عطایی هم از دوستا و فامیلای اونا هم آمدن گفت عید کنه. کل همون منطقه عید کرد. همون کاکای می عید نکرد. باز بیخی فرار کرد از عاقل. چرا؟ گفت که اینجا نمیمونه کلگی در جان من شله که به عید کو. باز بالاخره ما از پرسان کردیم که چرا عید؟ گفت ما مطمئن نشدم، هم ما را ندیدم و هم 3 روزی ما پوره نشده.
اینمی دو چیز که نباشه اید ما مطمئن نیم از اید بودن به او خاطر. مثلا گفت اگر او باز یک مثال آورد، گفت اگر در روزی اید روزه بگیرید چی است؟ یک حرام است. گفت خب این در روز اید روزه بگیری حرام است، دروغ هم حرام است، غیبت هم حرام است، مال یک کسی یک چیزی یا خورد یا کلان دوزی کنی هم حرام است. گفت فکر کو همین در سر یک دروغ حساب، در سر یک تهمت یا در سر یک اینمی گپا حساب. اما اگر من امروز روزه خود بخورم چون مطمئن نیستم، ما 60 روز روزه گرفتن یا 60 فقرا را سیر کردن، من کفاره زیر دادن نمیتونم. این یک دلیل برای ما گفت. این یک از خاطرات. سلام به مجلس و به شما. ما در وقتی که عید چی میشه اول عرفه میکنیم، عرفه مرده، باز بیگای دوم شی عرفه زنده، باز روز عید رفته اشتکار گرفته رفته کلچه میوردیم در افغانستان، کلچه و دو چیزا خریده میوردیم. بعد از اون روزه را میششتیم واز میکردیم در خانه. باز اونمو پیش از این که روزه را واز کنیم فطر عید حساب میکردیم، فطر عید حساب میکردیم. بعد از اونمو را چی میکردیم؟ قد اشتکا میششتیم اونمو را مخوردیم. باز از او برمو شدیم اونجا رفته اشتکا و کشتیگیری و تخم جنگی و تشلای بازی و چارمغز بازی و این تو چیزا سیل میکردیم. این تو چیزا رو میکردیم. ولی اینجا این گپا نی هسته، این گپا نیه. هر کس ده چی کارو چی خون مصروفن. یک روز اینجا آمده اینجا به اصطلاح تفریح میکنیم که روز عید پیر شد. این خلاص. مصطفی جان گل بسیار زیاد تشکر از اینکه زحمت میکشی. اولا که سلام و احترام تقدیم دارم خدمت همه عزیزان، انشالله که صحتمند باشین. بعد خدمت عرض کنم که بسیار تشکر از خودت که زحمت میکشی و لطف منی به طور یک یادگار برای همیشه این ویدیوها، این صحنه ها باقی خواهد مانده. بعد خدمت عرض کنم که قبل از اینکه از یادم بره، سال نو و همچنان عید سعید فطر را برای همه عزیزان تبریک میگیم. امروز هم مسما است اینمی میله به مناسبت عید سعید فطر و همچنان به ادامه سال نو که تقریبا فاصله خیلی کمی داشته دیگه. اینمی دوستا قوما و اینمی عزیزانی که جمع شدن از هر طرف اینمی روز را اینمی پارتی گرفتن، میله گرفتن تا باشد دیگه یادگاری و باشد از این خوشی ها و باشد از این جمع شدن ها دیگه. و تشکر از خودت. امیدوارم که اینمی ویدیو و اینمی صحنه هایی که از این ضبط میشه مورد پسند نظامی عزیزانی که میبینه قرار بگیره. روزی را برای کلگی تبریک میگم. روزهای قدیم های ایدای قدیم یک قصه کنیم سندی که از ما کمتون گذشته برای جوان ها باشه. ما که طفل بودیم 20 روز 15 روز پیش تخمای مرغ در وطن ها که بودیم جمع میکردیم یاره، جمع آوری بود. باز روز عید که بود یک آبجوشک میکردیم، تخم جنگی هایی بود، تو بازی هایی بود. دید بازدید از منزل موی سفیدا از پدر مادرها از جا میکردیم. باز یک جای مسجد عیدگاه داشتیم، در مسجد عیدگاه میرفتیم اونجا نماز عید در جماعت برگزار میشد. نمازی در جماعت برگزار میشد، نمازی که خلاص میشد و نماز اونجا دیگه در خانه دوستا و فامیلا عیدی را خورده و که از موی سفیدا عیدی میداد برای ما 5 روپه و 2 روپه و 1 روپه و 1 کران بود، 16 پولی بود. پولای میده 16 پولی ما قابل چلیش بود.
یک مغازه بود به نام آقا رسول. اونجا ما رفتیم یک 16 پول یک دانه کلچه را میگرفتیم. این دوم یک کلچه دیلمون خیلی خوش بود. طرف خورده و طرف خانه چکرده پس میمدیم. اما موی سفیدا بچه های کوچیک هم گرفتم ما رو در دو جماعت دید که نمازی را هم یاد بگیرن هم پند یاد بشد هم از موی سفیدای کلان یک پذیرایی کنند طفلا. اون کم کم طرف خانه میمدیم. باز از اینکه چی میشد همه چهار مغز بازی و تخم بازی و توپ دنده داشتیم. توپ دنده میکردیم. چمنی بسیار یک چمنی بزرگ بود در منطقه ما. همین توپ دنده ها رو بازی میکردیم. از این خلاص شده دیگه هر کسی با دوستا و فامیلای خود دیگه بچه ها تقسیم میشن. بیا بری خانه از اون چاشت نان بخوریم. اون خانه از اون زیادتر شوربای وطنی رواج بود. مردم بسیار علاقه داشت. دو نفر سه نفر دم یک کاسه میشیدیم. دیست رو میشیدیم. قاشق وجود نبود. قدم دیست شوربا رو نان ترکدگی بسیار با لذت همونجا میخوردیم. بعض وقت بچه ها شوخ بودن گوشت شور میکرد. یکی گریه میکرد که حالا گوشت خورد. یکی دیگه مومند که ولی گوشت خورد من مندم من زیاد خوردم اون نخوردم. در این ساتری ها روزمو بسیار عیدمو خوش تر. 3 روزم عید برگزار میکردیم. چی عید نوروز بود، چی عید قربان بود، چی عید روزه بود. 3 روز یعنی عید داشتیم. بسیار با لباس های دستوزی بود، خامکدوزی. باز در یک زمانهایی بود پیزار بود. از لیسی چیرمه دوختم تو پیزارها خیلی با ارزش بود. اگر یک خانما میگرفت رواج مردم کم کم بود اما خانما زیاد رواج داشتن. پیزارها بود و باسکت‌های قرص بود برای زنها. پیرنای شام لندن یک وقت رواج بود. کم کم دنیا در حالت پیشرفته شده رفت. لباس ویلی دامندار بود. همینطور در مجموع دیگه این لباس زنا بود. کولهای قرص میگفتن زنا سر میکردن. از اون مردا دیگه همی کولای ازوارگی میگفتن گلدار دستوزی بود از زیاد سر میکرد دیگه. خلاصه یک رسم و رواجایی بخصوصی در قدیما بود اما حالی کم کم ضعیف شده رفته. مثل مهاجرت باید که عیدی از اون وقت خلاص میشد اما امروز از مجبورن عید گرفتیم. این مردم رواج ندارن اما رسمای ما دیگه زیاد کمتر شده. یک ذره تا جوان ها پس روی کار کنیم. مهاجرت ها کم کرده. اگر نه خوب رسم رواج است اما مهاجرت محیط منطقه برای ما یک کمی دوچار مشکلات هستیم دیگه. تشکر. زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. روز اول اپریل هستند. در اینجا ما در کشور امریکا به تعداد تقریبا 60 فامیل از ملت هزاره در اینجا که مهاجر هستیم. امروز روز عید رمضان را ما در اینجا تجلیل میکنیم. زن و بچه و اشتوک و مردا همگی جمع شده یک روزی را در اینجا به نام عید رمضان تجلیل میکنند. چیزایی هستند که در اینجا عید اون طور شاید و بایدی که در افغانستان ما تجلیل میکردیم در وطن خود تجلیل میکردیم اینجا به او چی نیستن، به مو جنب و جوش نیستن. ما در اونجا در روز اول عید اول می رفتیم در مسجد. روز عید نماز می خواندیم. بعد از نماز بعد از اون با هم عید می کردیم. بعد از اون می رفتیم در کسایی که خدا ببخشه اونا را فوت کرده بودن. روز اول عید در خانه از اونا یک سر می زدیم. بعد از اون بین خود و قومه و دوستا و نزدیکا با هم سر می زدیم. ما با واقعیت بگم که پشت ایدای وطن بسیار دق شدیم به خاطر از اینکه در اونجا یکی نفوس بسیار زیاد بودن، قوم اقارب بسیار زیاد بودن و دومی که یک مراسم خاص را در بعضی جاها ما می گرفتیم. مثلا کشتیگیری و ساتیری های دیگه و دنده بازی و ایتو گپا رو ما در روزای عید و در روزای نوروز می گرفتیم. ما پشت همین ساتیری ها و همین مراسمی که در اونجا گرفته می شد در وطن ما بسیار دقیقه وردیم و در اینجا واقعا او مراسم کمتر گرفته میشه به خاطر که در اینجا ما روز عید به مو وقت و زمانش گرفته نمیتونیم. چرا امروز روز سوم عید هستن که ما در اینجا با هم جمع شدیم. چرا همگی مصروف وظیفه و کار هستن. وقتی که فرصت کردن اینا همگیشون جمع میشه با هم یک دید و بازدید میکنه میشینه. تشکر.
باشی.